این چند نفری که در خارج کشور با چند بهانه پناهنده سیاسی گرفتند و خودشان را در ناخنک مخالف اعلان کردند، اینها همیشه اسلام استفاده میکنند، از اسلام سوء استفاده میبرند و اسلام به درجه آوردند که امروز در تمام دنیا محض به خاطر خدمت خرسانه چنین مسلمانان جاهل امروز اسلام با یک دینی خشین معرفی می شود. داملا را نگاه کنید که اندرباب اینها چی میگوید. حزب نهضت اسلامی اسلام رو میگذارد در پیش. در پشت این پرچم سفید هزارها خباثت انسانی یا هزارها غرض شخصی خودش را پیاده میکنند. دوستان عزیز، هر کار هر عمل جوابگری خاص خودش دارد. امروز چی نامردی چی پستی که ما میکنیم جوابش رو حتما ما باید انتظار باشیم. بعد این خاطر این عمل هایی که میکنند اینها هیچ ارزشی ندارند.